پس از خروج بیماری کرونا اکثری دولت‌هایی که در دایره سازشنامه و به علاقه هوایی با جمهوری تاجیکستان پروازهای بین‌المللی برای مانده شدگی بود، آنها سرحدهای خود را بسته پروازها را موقتا قطع کردند. از جمله ماه مارس سال جاری با قرار داخل حکومت فدراسیون روسیه از 16 مارس این جانب پروازها در خط‌سیرهای بین‌المللی سمت فدراسیون روسیه محدودیت‌ها برای وارد شدن شهروندان خارجی به آن دولت جاری کرده شد و پس از جاری شدن محدودیت‌ها در جانب فدراسیون روسیه شهروندان ما و شهروندانی که می‌خواستند به فدراسیون روسیه سفر کنند یا برعکس از آنجا به جمهوری تاجیکستان سفر خود را انجام دهند طریق استفاده نقلیات هوایی، این نشان دهنده و سفری آنها منع کرده شده موقوف گذاشته است. پس از محدود شدن پروازها و بسته شدن سرحدهای کشورهای خارج، مراجعت‌های زیاد شهروندان ما بودند که می‌خواستند به وطن برگردند. محض با تشبث و سیاست خردمندانه و نجیبانه پیشروی معظم ملت بود و با دستور پیشروی معظم ملت پروازهای مخصوص برای انتقال دادن شهروندان ما از خارج کشور به جمهوری تاجیکستان عملی کرده شد. شرکت هواپیمایی سامانه و شرکت هواپیمایی تاجیک پروازهای تعلیوی خود را برای مانده شهروندان ما را به جمهوری تاجیکستان برگرداندند. به حالت تا 1 ایولی سال 2020 در عموم زیاده از 4000 شهروند ما پس از محدود شدن پروازها و بسته شدن سرحدها زیاده از 4000 شهروند ما از جانب شرکت‌های هواپیمایی به کشور برگردانده شد.